رضي الله عنه قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرج الترمذي وسند ضعيف. ابی هریره رضی الله عنه می فرماید قالت خولتو، می گفت خوله که صحابی است که در خوله بنت ثعلبه و نمو خانمی که در ارتباط از آیت نازل شدنی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. میگه گفت که یا رسول الله فإن لم يذهب الدم، اگر می آثار دم دور نشود، یعنی ما دست بزنم چطور میشه؟ قال يكفيك الماء، یعنی رنگش میمانه سرخیش، بفهمی آب کفایت میکنه ولا زور که اثرش بر ضرر نمیرسان. این امام ترمذی بیان کرده ولی سندی ضعیفه. ولا زور که اثر، یعنی آثار دم که سرخی است، هرچی اما اذا بقي شم من جرم فإنه ولا، خونه اگر میشی جرمش از بین میره دیگه سرخیش میمونه، گپی نیست. مثلا یگام طفل که چی میکنه، غایط میکنه نه بول کلان خدا در لباس تو رو میشوی ولی اون آثارش میمانه دیگه. او تو نیست که او را دیگه حالا میگن سفید کنه بیاره چی بمال تا که سفید شد. میگه اینجا لفظ حدیث کاملا نقلش است که عن ابی هریره ان خولته قالت، ابی هریره رضی الله عنه میگه که خولته رضی الله عنها قالتی فرمود که یا رسول الله لیس لی الا ثوب واحد، من لباس ندارم یک جوره لباس. سه که صحابیات دو چقدر مشکل، یک جوره لباس دارم دیگه ندارم. و انا حیز و ما حایزه میشم، یعنی خون میاد مریضی ماهوار. قال می پیامبرم گفت فاذا طهرتی، وقتی که پاک شدی از امو مریضی فغسلی بشوی، فغسلی موضع الدم، امو مکان خونه بشوی، ثم صلی فیه، بعد نماز بخوان، دمو بخوان. قالت یا رسول الله ان لم یخرج اثره، اگر اثارش باقی بانه مسرخیه میگه پا هیچ تو میشه. قال یکفیک الماء، آب بر کفایت میکنه، ولا یضرک اثره، اثرش بر ضرر نمیکنه، خیر است اثرش ما نماز تا بخوان. رواه ابو داود، این میگه ابو داود تیره. خب این اصل حدیث ابو داود تو پیشتر مصنف امام ترمذی را نقل کرده است، اگر که امام ترمذی نقل نکرده ابو داود نقل کرد. حدیث درجه حدیث چیست؟ و حدیث ضعیف، حدیث ضعیف است، زیرا در اسنادش ابن لهیعه است و این ضعیف است. حدیث ابو داود نقل کرده، امام ترمذی نه، مثل که مصنف میگه. این سوالی است که هل یؤثر اذا غسل الدم و ذهب لكن بقى اثر، آیا ششته می شود خون وقتی که آیا تاثیر دارد این که وقتی خون ششته شود و آثارش باقی ماند؟ اینجا سوال است چطور میشه؟ یک کسی خون در بدنش آمد، خون ایز و غیره، او را ششت ولی آثارش باقی ماند، این چی گپ میشه؟ این پاک میشه یا نه؟ از این حدیث ما شما فهمیدیم که دلالت میکنه که انه یوفا عفو میشه ما بقی من اثر لون دم الحیض، آنچه که آثار خون حیض باقی میمانه عفو. بعد الاجتهاد فی الغسل، بعد کوشش کردی که خوب شیشتی، حال خود صابون هم زدی اگر بود، اگر نبود هیچ ضرور نیست که صابون بزنی که تم دیگه چی شیشتی خیره. به خاطر پیامبر گفت که ضرر نمیرسانه اثرش، و دیگه الله متعال در قرآن میگه فاتقوا الله ما استطعت، از الله بترسین، یعنی به حکم الله و رسولش عمل کنید چقدر که در توان. این توان خدا استعمال کرد دیگه از بالا مسئولیت نداره. و دیگه جمله معلوم است که ان الغسل قد لا یذهب اللون، ششتن گاهی وقت امو رنگ از بین نمیبره. و همین قسم مجرد رنگ لیس خبث و نجس نیست، خباثت و نجاست عینش است که امو نجاست باقی بانه. وقد زالت فيبقى اللون لا ترى، پس یعنی ذات نجاست از بین رفت، فقط رنگ مونده، کدام تأثیری نداره. پس ما شما این انجاس خواندیم که نجاست ها چی چیزا بود و چگونه پاک می شود. حالا آمدیم در یک موضوع دیگه که باب الوضوء، باب وضوء که بخیر می وضوء را بخوانیم که وضوء چه قسم است و چه قسم میشه. بعد از او باز انشاءالله که نماز که ما بسیار مهم میدانم که وضوء را ضرور است ایران بفهمیم که در نماز برسیم و اگر الله بخواد که می نماز ما شما بخش صلات خلاص کنیم، بسیار ضرور است و اینجا بسیار خوب بیان میشه انشاءالله. باب الوضوء، وضوء این مقدمه است که در مقدمه میگم یکی وضوء است واو پیش داره، یعنی بزم واو فعل که است پیش داره وضوء، و یکی وضو است، وضو فرق در بین ازیاست. وضو که است
پاک شدن میگه. کسی وضو بکند پاکی را میگه. وضو که است اما آبی که انسان وضو میکنه خود آب میگه. وضو که است یعنی بعد از اینکه انسان پاک میشود او را میگه. نام آب وضوست ولی بعد از اینکه وضو میکنی پاک میشی این را وضو میگه. هو لغتا در لغت وضو نظافت و پاکی را میگه و در شریعت تعبد لله به غسل اعضاء الاربع الاصفر، یعنی عبادت کردن الله متعال به شستن 4 عضو بدن که یعنی فرض بودنش که دست و میسر و دست و پای و ایناست به یک صفت مخصوص، یک صفت خاصی که پیامبر هم گفته چه قسم باشه اون صفتش باز بیان میکنه. و هذا من بعد تغلیب لان راس یمس، میگه از باب تغلیب گفته شده زیرا سر که است هم ششته میشه، یعنی شرعاً غسل اعضا سر ششته نمیشه ولی غالب نگاه غالب گفتگی است که سر خو مسح میشه. وضو را میگه. چرا وضو میگه؟ لانه ینظف المتوضی، زیرا پاک میکند متوضی کسی که وضو میکنه و یحسن زیبا میسازش. وضو که است در نماز من اعظم شروط الصلاه، بزرگترین شرط نماز است که بدون از این نماز انسان قبول نمیشه. لحدیث ابی هریره دلیلش ابو هریره رضی الله عنه میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، متفق علیه. ابو هریره گفت که پیامبر فرمود که قبول نمیکند الله نماز یکی از شما مسلمانان را، مرد باشین زن باشین، اذا احدث زمانی که بیوضو شود یا جنوب شود حتی يتوضأ تا که وضو نکنه نمازش قبول نیست. یکم تا رو ببینیم بیوضو هم میای استاد میشه، نه جنازه باشه هر چی باشه بگوی نمیشه، میگه من خو خواندم الله قبول کنه، خدا قبول کنه. الله میگه نمیکنم من قبول، میگه قبول کنه. بی نمازا که باشه میتونه در جنازه و یا گیر بیا و استاد میشه که بگوی وضو داری، میگه دارم وضو، میگه هیچ وضو نمیکنم. و دیگه حدیث ابن عمر عبدالله ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. پیامبر صلی میگه فرمود، عبدالله ابن عمر میگه قبول نمیشه نماز بدون پاکی، یعنی بدون وضو بدون غسل اینا، ولا صدقه و نه صدقه من غلول از خیانت و حرام، یعنی کسی حرامه یا مواد خیانت میکنه رشوت میخوره صدقه میکنه قبول نیست. مثلا یک تا رشوت میخوره یک 2-3 لک دلار بعد میگه یک مسجد تعمیر جور کنیم، نه یا رشوت میخوره حج میره، هیچ قبول نیست، حجش قبول نیست پیش الله و دیگه مسجد جور میکنه چای آب میکنه هر کاری که میکنه یا حرام که از قبول نمیشه. قال النووي امام نووي میگه و هذا الحديث نص في وجوب الطهارة، هي حدیث صریح است در چی؟ فرض بودن واجب بودن طهارت لصلاة بر نماز. وقد اجمعت الامه، تمام محدثین علما ائمه مجتهدین اتفاق کردن على ان الطهارة شرط في صحة الصلاة، طهارت شرط است برای چی؟ صحت نماز. تا که طهارت صورت نگیره نماز صحیح نمیشه. خب این را خب ما شما فهمیدیم. حتی یگان بعض علما میگه کسی بی وضو نماز بخونه کافر میشه، کافر میشه، حتی کافر. این خب باز خطرناک است که اگه کافر شود، خب بیخی خطرناک است که بی وضو نماز بخونه و کافر شود. ولی دلیل در قرآن حدیثی تو نیست که کافر شود. گناهگار میشه نماز قبول نمیشه، گناهگار میشه. زیرا الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین خبردار، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجهكم، وقتی که اراده کردین به نماز بوشوین رویتان و ایدیکم الى المرافق، و دستایتان تا اونجا، و امسحوا برؤوسکم، سر مسح کنین، و ارجلکم الى الكعبین، و بوشوین پایایتان تا کعبین، یعنی عمود استخوان پا بجلکا یا اشتالنگ تا اینجا بوشوین. یعنی الله ای تو حکم کرد کسی این کار کرد به وضو گناهگار میشه. کفرش ما کدام دلیل ندیدیم که کافر شود. و عن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك مع كل وضوء، اخرجه مالك و احمد و نسائی و صحیح ابن خزیمه. یک حدیث صحیح دیگه است درباره مسواک زدن. خب اینا که وضو میکنیم چطور مسواک گپ شد؟ ابو هریره رضی الله عنه میفرماید از رسول الله که فرمود لولا ان اشق علی امتی، اگر سخت تمام نمیشد با امت ما یعنی با مسلمانا، لامرتهم بالسواک، حتمی امر میکردم اینا را بالسواک، با مسواک، که باید یعنی فرض بود که مسواک میزدن دانا ما کل وضوء، با امرای هر وضو، یعنی هر وضو که بر نماز میکنی
باید چی بکنی؟ مسواک بزنی. برای هر وضو مسواک حکم میکردم، اما میگه که چون که سخت تمام میشه مسواک مهم است. این حدیث امام مالک، خود مالک امی صاحب مذهب که هستی خودش کتاب داره در موطا، احمد بن حنبل مسند داره، کتاب نسائی امام نسائی و صحیح ابن خزیمه محدثی رسایی گفت لولا این حرف امتناع است لوجود اجت یک وجودی، یعنی این دلالت میکنه به امتناع شی. لولا که آمد این منع میکنه یک چیز اجت وجود یک دیگه. مثلا الله که در قرآن میگه که لولا ان، خب در سورت نور میگه که چرا لولا سمعتموه، چرا وقتی که شنیدین قلتم نگفتین که سبحانك هذا بهتان عظیم، یعنی یک بهتان بزرگ است. ان اشقه کس یعنی اسقله، یعنی سنگین شدن و سخت تمام شدن. امت خب مثلا دو نوع داره، یکی امت اجابت است که ما شما هستیم، یعنی مسلمان ها که دعوت پیامبر چی کردن؟ قبول کردن، اجابت کردن، مسلمان شدن. یکی هم کی کسایی است که ایمان آورد و تابعداری پیامبر کرد. امت اجابت کی را میگه؟ که ایمان آورد و تابعداری کرد. یکی امت دعوت است که کافر است، او را دعوت داد ولی ایمان نآوردند، اینجا امت اجابت است. میگه اگه سخت تمام نمیشد با امت ما یعنی مسلمان ها، لامرتهم، حتم اینا را چی میکردم؟ امر یعنی لازم میساختم، واجب میساختم، فرض میساختم، بسواکی با مسواک زدن. مسواک چی را میگه؟ نام است برای عود، همون چوبی یستاکو بی که مسواک زده میشه. من العراق یک چوب و غیری دیگه چوبا باشه، مراد در اینجا فعل است، یعنی امر میکنم با عمل مسواک. خود مسواک نه که او را در جیب خودم بگردانم، یعنی مسواک زدن که در دان خودم مسواک دیم. حکم مسواک چیست؟ مستحب است یا سنت مستحب. خطابی میگه محدث است در شرح بخاری، فیه من الفقه ان السواک غیر، میگه در این حدیث است فقه است که مسواک واجب نیست. و ذلك ان لولا کلمه تمنع شیء لوقوع غیری، کلمه لولا منع میکنه چیز از جهت غیرش، یعنی اگر مشقت نمی بود باز من امر میکنم. پس اینجا وجوب و فرض ممنوع است که ما. امام نووی میگه هو سنت لیس بواجب، مسواک سنت است، واجب نیست در حال من الاحوال، هیچ حال، نه در نماز و نه در غیرش، به اجماع ما یعتد به فی الاجماع، با اتفاق کسایی که اعتبار داده میشه اتفاق از اونها یعنی علما. خب کی این تاکید شده به مسواک؟ یعنی کدام وقت مسواک بزنیم؟ در چند ها. یکی داخل منزل، یعنی پیامبر هم در منزل خانه که داخل میشد مسواک میزد. مسواک همیشه در جیبت با، در خانه که داخل شدی مسواک بزن. زیرا پیامبر عایشه رضی الله عنها خانم پیامبر میگه که قالت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل بیته و بدا بالسواک. پیامبر می عادتش می بود که در خانه داخل میشه شروع میکرد به مسواک. که می داخل شدی، رواه مسلم، این حدیث امام مسلم یعنی صحیح قوی، که می داخل شدی مسواک شروع کو. چقدر خوب است که ما و شما می کار شروع کنیم. باید نه مسواک همیشه پیش ما باشه و همیشه دهن ما باید چی باشه؟ پاک باشه و خوشبوی باشه. ولی اگر تو می دانش بوی میتی، اگر چیزی نسوار میزنم، چیزی سیگرت می، چیزی چرس بوی نسوار بوی و سیگرت بوی. خب در مسواک زدن پیامبر در وقت داخل شدن این ادب است. یتمثل فی حسن معاشرت اهل، میگه این تمثیل میکرد در بهترین زندگی کردن با خانمش، یا خانمش که خدا نزدیک پیامبر میکنه باید دهنش چی باشه؟ پاک باشه. اگر دانت مردار بود و نسوار زده بودی و خانمم می چی مرداری آمد نه، شو یک شوهر که ببینه بعد میبره فیبدا بالسواک، شروع کنه به مسواک. اول ما يدخل فی، اول که داخل میشه مسواک بزن. دیگه این صلات در وقت نماز خواندن در وقت مسواک میزد. زیرا پیامبر میگه که حدیث ابی هریره قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لولا ان شق على امتی لامرتم بالسواک عند كل صلاه. می سخت تمام نمیشه با امت ما امر میکردم با مسواک در وقت هر نماز. متفقون میشه که او نماز فرض باشه یا نفل باشه در هر نماز. و دیگه چی؟ و دیگه ای که عند قیام اللیل، وقتی که شب میخیزه، ما شما شب میخیزیم نه، اگر که به نماز صبح بخیزیم به نماز شب هم بخیزیم، هر وقت خیز. حدیث حذیفه است در باره، قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قام من اللیل یشوس فاه بالسواک. متفقون علیه. می رسول الله عادت چی بود که شب استاد میشد
برای نماز یا هر گپی که میبود یسوسو میگه می مالید فا و دهن خدا به مسواک، یعنی مسواک میزد. از این فهمیدم مسواک بلچاسات بالای سر باشه و در جیبت باشه که دیگه فراموشش نکنی. و اذا قام من الليل یعنی برای نماز تهجد. و تدل علیه روایت لمسلم، روایت مسلم است که اذا قام لیتهجد تا تهجد بخونه یشوس و فاه بسواک، یعنی میزد می مالید دهن خدا به مسواک. دیگه که عند تغییر رائحه الفم، وقتی که بوی دهن تغییر میکنه اونم وقت، خصوصا کسایی که دانشون بد بوی است، نه یک قسم بوی، اونا همیشه باید دیگه مسواک بزنن و دانشون باید پاک میشه و بدبویی نمیاد. اون کسایی را میبینی نزدیک دانش شده نمیاد، توی یک بدبویی است، یکم تو دانش بدبویی میباشه. عن عایشه رضی الله عنها قال النبی صلی الله علیه وسلم السواک مطهره للفم مرضات للرب. عایشه رضی الله عنها میگه حدیث صحیح است که قال النبی صلی الله علیه وسلم، پیامبر فرمود سواک که است، مسواک پاک کننده دهن است، مرضات للرب، رضا کننده رب است، الله خوشحال میشه. هیچ قدر مهم است که بر مسواک الله خوشحال بسازیم، نه رضایت الله، رضایت خالق چقدر مهم است به ما و شما. با مسواک میشه دیگه، مسواک باید فراموش نکنید. و تغییرش یکون بیاشاین، میگه تغییر دادنش به چند چیز می باشه. یکی امی دهن که بویش تغییر میخوره چند گپه. یکی ترک الاکل و شرب، خوراک و نوشابه را ترک میکنی، نمیخوری نمینوشی، مثل که روزه میگیری، همینجا یک بوی پیدا میشه است، معده میبره هزار جایی که میه. و دیگه اکل ما له کار کرایتون کریه، یک چیزی را که میخوری که او بوی میته، مثل یکم تا گندنه میخوره یا یکم تا چی بگویم که پیاز میخوره، اگر که پیاز ممنوع از خامش خوردن، این چیزا که دانش بدبوی میته، تو بدبوی لاش بوی میته که در نماز هم استاد شاه بیخی بازد، یا ترشی میخوره دانش بوی میته. دیگه چیزایی است که و منها طول سکوت، یا کسی بسیار دائم گپ نزنه، ای تو یک چیز دانش بوی میگیره. و منها کسرت، بگم تا که بسیار گپ میزنه خفچاش باد میشنه، اما هم یک بوی پیدا میشه، اما هم چی کنه دهن مسواک بزنه. یعنی چندین حالت هست که دهن بویش تغییر میکنه. دیگه کی خو عند الوضوء، وقت وضو، یعنی وضو جدا نما، یک وضو کردی دیگه در مسجد که داخل شدی بازم مسواک بزنی. ما شما خوی کاره یگام تا میکنه دیدیم و بسیار ما شما می عمل نمیکنیم، بعد از این بخیر شروع کنیم دیگه مسواک کل ما بگیریم. حال مسواکای بسیار خوبه، یگام تا میگه مسواک بزنی دهن آدم ای تو سیاه میکنه و چی میکنه خیر، اگه اوگه پس باز میشه دفعه 2 روز کریم هم بزن، کریم دندان طرف شب، یا یک روز بعد مسواک زدی کریم هم بزن، نمیمانه که سیاه شوه. او یک قسم چیز داره، مواد داره بعضی مسواک ها. پس مسواک دیگه ترک نکنیم که بخاطر اینطور میکنه و طور میکنه. کما فی حدیث الباب، مثل که در حدیث باب آمد که پیامبر صلی در وقت هر وضو میگه لولا ان اشق علی امتی لامرتم بسواک عند کل وضو، در وقت هر وضو ما امر میکنه مگه سخت تمام نه. پس در نماز، وضو، داخل خانه، یعنی اکثر اوقات مسواک بزنی. همیشه دان مومن باید پاک باشه و این مسواک باشه. یکم تا که مسواک ببینه سرت خنده میکنه، اگر توهین به مسواک کنی از ایمان بیرون میشی، به خاطر که قدر حدیث در عبارت میگه این رسه که چوب گرفتن دادان خدا میمالن. او بدبخت چه قدر حال طب ثابت کرده که چه قدر میکروبار از بین میبره. از امی کریم کرده ای خو مواد کیمیایی داره، این دندان ضعیف میکنه، او موادی داره که بیرا را قوی میکنه، دندانا را قوی میکنه، میکروبار از بین میبره. متى يكون السواك في الوضوء؟ کی میگه میشود مسواک در وضو؟ یعنی در وضو در کدام حالت وضو؟ در اول وضو، در بین وضو، در آخر وضو ما مسواک دیم؟ می اختلاف کرده علما در تعیین مکان مسواک در وقت وضو. قول اول است که پیش از وضو، پیش از اینکه وضو کنی مسواک بزن، به خاطر که روایت آمده عند کل وضو، در وقت هر وضو. قول دومی است فی اثناء وضو، یعنی در جریان وضو. مثلا میگه ذرا که وضو کردی در جریان از او باز مسواک، و این عند المزمزه، وقتی که مزمزه کردی بعد از، به خاطر روایت آمده مع کل وضو، به امرای میگه مع کس مفید مصاحبت میکنه که در جریان وضو.
و راجح اول است، یعنی که پیش است، به خاطر دو دلیل. اولی که لانه لم یحفظ عنه انه تسوق اثنا، از پیامبر هم تا اول ثابت نشده که مسواک در جریان وضو زده باشه، یعنی دان خدا بشوید بعد از اون مسواک، اینطور نیست بلکه پیش است. دومی که در حدیث عبدالله بن عباس آمده لما بات عند خالتی میمونه و وصف قیام النبی علیه الصلاه والسلام و فی فسق و تسوق و تزوع. در این آمدگی است که در این حدیث سعی کنین بسیار صریح است که میگه پیامبر هم در نزد خالیش میمونه رفته بود، شو تیر کرد و وصف قیام النبی، توصیف شدگی بیان شد قیام پیامبر که نماز شب خواند، نماز شب خیست و فی دیس فاستیقظ، بیدار شد و تسوق، بیدار شد مسواک زد و توضا، بعد از او چی کرد؟ وضو کرد. یعنی تو به ترتیب آمده که اول بیدار شد باز مسواک زد باز وضو کرد. خب حکم مسواک برای روزدار چیست بعد از زوال؟ یعنی در این اختلاف بعد از زوال پیش از او. بعد از زوال یعنی که امی 12 بجه، حالا مثلا وقت ظهر کی داخل میشه؟ یا 12 و 7 دقیقه که 12 تیر شه وقت چی داخل میشه؟ نماز ظهر یا نماز پیشین است. این می 7 دقیقه که 12 تیر شوه، یعنی کسی که روزدار است بعد از نماز پیشین یا بعد از زوال چی بزنه نزنه، علما اختلاف دارند. قول اول است که مکروه است، بعد از اون میگه صحیح نیست. و این مذهب امام شافعی، احمد ابن حنبل در مشهور، اگر که دقیق اسحاق ابن راهویه، یا میگن که پیش از زوال میشه که روزدار مسواک بعد از اون نزنه. چرا مسواک نزنه؟ به خاطر که حدیث است، میگه ابی هریره رضی الله عنه روایت میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لخلوف فم الصائب اطیب عند الله من ریح المسک، متفق علیه. یعنی امام بخاری مسلم حدیث نقل کرده که پیامبر گفت که بوی دهن روزدار، بوی دهن خلوف، بوی دهن اطیب بسیار خوشبویی است، پاک است، عند الله بنزد الله من ریح المسک، از بوی عطر مشک. مشک است و عطر در عرب بسیار مشهور بود در بین از اونا عالی هم است. یعنی از او کده بسیار امو بدبویی که می آید او بسیار خوشبویی است پیش الله، به خاطر که به خاطر عبادت پیدا شده. وجه دلالتش چیز می مسواک است دور می کند اینمی بدبویی ها را که پیدا شدگی، امی بویی را که پیدا شده از عبادت الله. تو عبادت کردی روزه بوی پیدا، مسواک که زدی امو بوی گم میکنه، در حالی که بوی بسیار پیش الله چی است؟ مهم است. و خلوف که لا یکون الا بعد از زوال، میگن بدبویی که در دهن میاد بعد از زوال میاد غالبا، زیرا گرسنه میشی. خو این افغانی خوراک نشود دیگه، نه افغانی که بعد میخوره که تا خفتن هم نه مسیر هستم، نه با ما اندازه بخوره که و هم بعد از پیشین گرسنگی برش میاد، حتی بوی از میدهش یک بوی میاد. و دیگه حدیث علی است قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صمتم فاستاكوا بعد الغداء ولا تستاكوا بالعشیه. این حدیث میگه پیامبر هم گفت که وقتی که روزه میگیرین مسواک بزنین بعد از غدات، بالغدات یعنی به صبح تا چاشت، ولا تستاكوا بالعشی، مسواک نزنین به عشی یعنی بعد از پیشین دیگر این وقتا. رواه البیهقی دارالقطنی، امام بیهقی دارالقطنی را نقل کرده، خو ضعفه دارالقطنی را ضعیف گفته بیهقی. و قال حافظ ابن حجر این کتابش که ما شما خوانده رایستیم، این میگه اسناد و ضعیف و واقعا این حدیث ضعیف است به اتفاق اکثریت محدثین ضعیف. اگه این حدیث می بود خب باز ما شما هم دیگه باید می کارا میکنیم. قول دومی است که انه غیر مکروه نیست و انه سنت فی کل وقت، در تمام اوقات سنت. این قول امام ابو حنیفه رحمه الله، مالک و اختار هذا القول ابن تیمیه و تلمیذ شاگردش ابن قیم. خود در مذهب احناف خود امام ابو حنیفه رحمه الله میگن نیست و دیگرایش میگن که است و دو نظر است. به همین خاطر بعض احناف هم مسواک میگن بعد از چی نزنی روزه که گرفتی. این قول میگه شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته که صحیح نیست که مکروه نیست و شاگردش ابن قیم. دلیلش چیز میگه قول صلی الله علیه و آله در آمد که پیامبر وضو میگه مسواک میزد مع کل وضو، به همراه هر وضو. اینال میشه که خب دیگر هم وضو میکنی، پیش از شام هم وضو میکنی. اونجا آمده که هر وضو که میکرد مسواک میزد، نگفته که اگر روزدار میبود نمیزد، نه اومده. و همین قسم در حدیث است مع کل صلات، به همراه هر نماز.
اینا نماز دیگر آمد، نماز پیشین آمد. یه حدیث میگه مقید نکرده وقت معینه برای روزدار و نه غیرش، عام است حدیث و کدام حدیث دیگه را خاص نکرده. و دیگه عموم قول سوسم اسواق مطهرة للفم، مسواک است پاک کننده دهن است و مرضات للرب، و دیگه رضا کننده رب است، الله را راضی می سازه مسواک. پس امام شوکانی میگه وقد اطلق السواک، یعنی مسواک مطلقاً بیان شده ولم یخصه به وقت معین. پیامبر صلی الله میگه خاص نکرده به یک وقت معین ولا به حالت مخصوص، نه حالت مخصوص. فاشعر به مطلق شریعت، پس این میگه باید فهمیده میشه که به مطلق شریعت امو که چیز مطلق مانده وقتش تعیین نکرده، امو تو به حالت خود مانده شد. و دیگه میگه حدیث ربیعه ابن عامر رضی الله عنه قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله ما لا وصیة سواک و وصایب. میگه ما پیامبر دیدم که هیچ شمار نمیشه، حساب نمیشه که مسواک میزد در حالی که روزدار بود. این حدیث امام ابو داود ترمذی نقل کرد. از این حدیث فهمیده میشه نه که پیامبر بلا حساب مسواک زده و روزدارم بوده. قول راجع کدام است؟ میگه هذا القول هو اینمی قول دوم راجع است که مالکی ها و شافعی ها، احناف و امام ابو حنیفه رحمه الله، شیخ الاسلام اینا گفتن و دلایلشان چرا راجع است؟ دلیلش قوی بود، صحیح بود، واضح بود، روشن بود. و قد رجه من الشافعی، از شافعی مذهبم ابن عبدالسلام یک عالمشانی ترجیح داده. امام نووی خودش که شافعی مذهب است این میگه نه ما گپ امام ما قبول ندارم به خاطر که دلایل اینجا قوی است. چرا اگر که امام نووی شافعی است ولی در جایی که امامش دلیل نداره یا دلیل صریح نیست به او عمل نمیکنه، این گپ علما. و همین قسم امام مزنی در مذهب شافعی بیخی مجتهد بود، شهرت کلام بسیار عالم بود. یا میگه که صحیح نیست که مسواک بزن و واقعا که میگه پس که شما ببینین هم کسایی که بعدی عمل میکنه هر وقت مسواک میزنن، یعنی او که باز بوی دهن بگویی و میده بیا او میگه اگه مسواک هم بزنی بازم میآید. و خوشبویی هست، اگه تو بوی خوشبویی ختم میشه نمیشه. و خوشبویی خود میده که بیا و مسواک میده رو خب پاک نمیکنه، او خب میآید. ولی مسواک تو بزن در وقت نماز، در وقت این گپا. جواب از ادله اول که این مکروه هست چیست؟ جواب چیست که شما گفتین دلایل کراهت؟ می جواب است حدیث اذا صمتم، یک حدیث بود صمتم فاستاکوا بالغداة، صبح بزنین ولا تستاکوا بالعشی. فحدیث ضعیف، این ضعیف است با اتفاق و با حدیث ضعیف عمل نمیشه. و دیگه حدیث خلوف فم صائم فلا یسلم الاستدلال، این استدلال میگه به قوی نیست که ما بگویم که الله که میگه بوی دهن روزدار با ما بسیار خوش بود و این استدلال صحیح نیست. چرا؟ یکی که بوی دهن روزدار میگه لیس سبب الاسنان، نه پیشتر که سببش دندان نیست، بل خلو المعده من الطعام، خالی شدن معده از چی؟ از غذا. غذا که نخورد اونمو بوی معده است. این که دندان هر قدر بشه بوی خودش جاری می باشه. دومی که اننا لسنا بمتعبدین بهذا، ما خو امر نشدیم با عبادت بوی دهن که بوی دهن آمد دی خودش ایرا بانیم دیگه ای عبادت شو. فلا اترک السواک، پس سواک ترک نمیشه لاجل ابقای راحت تا که ما بوی دهن باقی بانیم. واقعا که دلایل بسیار چی است قوی. هل یحصل السنت ما یتساوک بغیر سواک؟ اینجا اینال یک سوال دیگه است. خب مسواک گفتیم، آیا میگم این سنت کسی که مسواک میکنه بدون سواک، یعنی کسی که دندان خود پاک میکنه بدون مسواک، همین سنت حاصل میشه یا نه؟ توجه شده؟ یک کسی مسواک نمیزنه مثلا برس دندان یا کریم دندان، یک تا میگه من مسواک نمیزنم گمش کو گشتاندن عجیب با من مشکل است تو یا میگه که خوشم نمیاد تو یا میگه سیاه میکنه چطور چنان، ما چی میکنم؟ کریم دندان میزنم. اگر یک کسی مسواک بانه کریم دندان ده، آیا با می جای مسواک میگیره یا نه؟ سنت حاصل میشه یا نه؟ که پیامبر صلی الله علیه و که میگه ای دهن پاک میکنه رضایت رب حاصل میکنه، امی کار میشه یا نمیشه؟ و با سنت پیامبر عمل میشه یا نمیشه؟ فی خلاف در این چی است؟ اختلاف در بین، بعضی میگه نه نمیشه، بعضی میگه میشه. قیل گفته لا یصیب السنت، با سنت نمیرسه. من استاک بیاسبی، کسی با کلکای خود میکنه او به خرقتن یا با یک چی یک تکه میکنه او یا هم که اونا چی میگه برس دندان. چرا؟ لأن شرع لم يرد به، زیر شریعت به این آمده ولا یحصل به الانقاء، و به این میگه مپاکی هم حاصل نمیشه. و قیل گفته یصیب السنت، یعنی به سنت میرسه، یعنی به سنت عمل میشه غیر از مسواک دیگه چیز دهن پاک کنی.
کریم باشه و برس دندان باشه. خیلی گفته شده که یوسیب السنت به قدر ما یحصل، میگه به سنت میرسه به ما اندازی که پاک میکنه. سیم قولی دهن چقدر کل کس و پاک نمیکنه، کم پاک میکنه. اگر دیگه تکرام بگیریم کم، اما چیز کس اون پاک میکنه و چی میگه برس دندان اینا. ولا يترك القليل من السنه للعجز عن الكثير. میگه بازی میگه که امام ابن قدامه در مغنی میگه که کم سنت هم به خاطر ناتوان بودن از زیادش ترک نمیشه. اگر دیگه مسواک نبود میگه میشه که دستو یعنی کوشش بود که دندانا پاک کنی. و هذا القول هو راجح امیه است که یعنی اگر یک کسی چی کنه به اندازه پاکیش، اگر برس ذاتی خوب پاکت اون میشه به سنت عمل میشه. واقعا میره ما بگیریم میره دیگه مردم در مصیبت نپرتیم. یک کسی دان خدا میگه ما 4 دفعه چی میزنم چی میگه برس دندانی گپا میشه. ولی به نظر ما بهتر است که هم مسواک باشه و او را میزنیم همیشه. و این که دندان خود از طرف شو، حال خود دکترها من دکترای دندان که پرسان کنیم بعض میگه هر شو یک چی بزن برس و کریم، بعض میگه این مواد کیمیایی داره اگر شو زدی دندانا رو ضعیف میکنه. یک شو بعد یا هفته 2 بار، بعض حتی می هفته 1 بار. علمایی که دکترای دندان در پاکستان بود میگفت هفته 1 بار دی و به شرط مسواک بزنی، باز هفته 1 بار 2 بار ایره بزن. اگر مسواک نمیزنی باز 1 روز بعد یا هر شب بزنی. اگر که میگفت که چی میکنه ضعیف میکنه. هل یستاک بالید الیسرى ام بالید الیمنى؟ حال یک سوال دیگه است، آیا با دست چپ مسواک میشه یا با دست راست؟ یکم تا دست چپ چی میکنه؟ علما در اختلاف داره. قول اولی است که با دست راست باشه و این را انتخاب ابن قدامه در مغنی و غیرش از حنابلة، بعد شافعی مثل ابن ملقن. یا سنت طاعت الله است فلا تکون بالیسرى، می با دست چپ نمیشه. در حدیث عایشه می ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یعجب التیامن فی تناوله و ترجله و طهوره و فی شأن کلی. واقعا دلیل قوی است متفق علیه. حدیث عایشه است که ان النبی صلی الله علیه وسلم پیامبر صلی الله علیه و کان بود یعجب، ایره به تعجب مینداخت التیامن امی از راست شروع کردن. راست فی تناولی مثلا بوته که می پوشید یا چبلقه راست پای راست با که می کشش با و ترجلی دیگه سر شانه میکرد و طهوری پاکیش یعنی وضو که میکرد اول از راست شروع. این فیشان کلی حتی در خانه داخل میشد دست میتی از طرف را، دستاو میگیری از طرف را، میبرایی از طرف راست برای داخل میشی از طرف راست داخل شو، یعنی در کل حالتش راست از طرف راست. و امی راست که است ملک و ایست، طرف چپ که است کار شیطان است. و دیگه امی دست چپ خود زیاد چیزای دیگه از او استفاده میشه. حتی ذکر رواه ابو داود را روایت کرده و سواکی میده ابو داود می و مسواکش هم از طرف چی بود؟ راست بود، از طرف راست بود. خب دیگه یک چیز دیگه هم براتون گفتم، باز مثلا میگم قول دوم است که انه یستاک بالیسرى، یعنی با چپ میشه. و هذا مذهب شافعی، امام شافعی میگه و مشهور از مذهب حنابلة. وقال به شیخ الاسلام یعنی چپ، علامه ابن باز، لكن يرون انه يبدا بالجهه اليمنى من الفم. میگه دست چپ بگیره ما طرف راست دهن شروع کنه، دست چپ بگیره. میگه شیخ الاسلام سوال شد که عن السواک هل هو باليد اليسرى اولا من اليد اليمنى؟ آیا دست چپ بهتر است یا راست یا برعکس؟ هل یسوغ الانکار علی ما یستاک؟ آیا میشه که ما جایز است که انکار کنیم یا رد کنیم کسی که به دست چپ مسواک میزنه؟ کدامش افضله؟ می جواب داد که الحمدلله رب العالمین الافضل یستاک بالیسرى. حمد به ذاتی که خالق جهان است، بهتری است که مسواک به دست چپ شود. نص علیه الامام احمد، تصریح کرده امام احمد ابن حنبل در روایت ابن منصور کوسج، ذکر عنه فی مسائلی در مسائلش و ما علمنا احد من الخالف. میگه ما هیچ امام نمیشناسیم مجتهدین که اختلاف کرده باشه. چرا؟ میگه لان الاستیاق من باب اماطه الاذى، زیرا مسواک کردن از باب از بین بردن ضررهای دهن است، چرکی گپا. فهو کالاستنار، میگه این مثل استنار است و امتخاط، مثل که در بینیت آب میپرتینی که دست راست پرت یا چپ و دست در بینی که میزنی که کدام دست ایتو. میگه و هم چیزای ناپاک اوسو میکنی و نحو ذالک مما فی ازاله الاذى، دی چیزای ضررناک دور میکنی. خب البته مسواک گفتن دست نه، دست خب باز راست می باشه. خب مسواک میگه که دست چپ شد.
چرا دایی نه ذالک مما فی ازاله الاذى چیزای ضررناک و ذالک بلیس، یعنی هر چیز مثلا استنجا که میزنینی که دست چی میکنی؟ چپ دیگه. و هم چیزای ضررناک اگر میشوی اول که دست چپ باشه در چیزایی که ناپاک هست. کما ازاله نجاسات، اجازه نجاسات میگه، مثل استجمار یعنی استنجا زدن و یا که یک چیز دیگه پاک کردن، خلق این گپانی یا کاغذ تشناب این دست و نحوی بالیسرا. و ازاله الاذى چیزای ضررناک واجبش و مستحبش دست چپ است. و ایام قول سیومی است که خب ایام گپای خوب دلایل خوب گفته که اما این دست گپش جداست، مسواک زدن جداست. ان تسوق لتأثير الفم فيكون میگه اگر میخواد که دهن پاک کنه بعد چپ میبره، و این تسوق لتأثير سنه اگر میخواد سنت حاصل کنه مسواک با دست راست بزنه. دهن پاک میکنه چپ باشه، سنت میخواد حاصل کنه و انا با راست باشه. و هذا قول بعض المالکیه والله اعلم. خب چیز رای تو چیز نظرت به او کسی که مسواک میگیره در دست در وقت نماز، یعنی در جریان نماز مسواک میکشه، یکم تو هست نه میگه جعل السواک فی یده اثناء الصلاه هذا این خطا است میگه. ولم یرد النبی صلی الله علیه و آله پیامبر صلی الله علیه و که کار بکنه بین اصحابی اصلا، یعنی در بین نماز. یکم تو هست نه یکم تو میاله حدیث ما شما که میگه بعد حدیث هم دم حدیثی که مزدم نمازم شروع میکنه و قرائت کرده رئیس امام این مسواک زده رئیس نه همین کار میگه صحیح نیست، خطا نشه. و خب ما شما این رفا میدیم که والله علم که دست راست خوب است. اگر مانده شد یعنی یک کسی میشه رد کردیش نمیشه، یک کسی مانده میشه نه مسواک دست راست میزنی واقعا مانده میشی. من خودم همی کریمم که میزنم برسه مانده میشم دیگه، مجبور دست چپ میشه. اون گپ دست راست خوب است. اگر مانده شد یک دست چپ هم زد نمیتونیم پورا بگوییم که تو چرا دست چپ چی کردی. چیز در حدیث شدت شفقت پیامبر چقدر شفقت داشت با امتش و حرصش با بالای امت نه که مسواک سعی کو که چیزی که سبب رضای رب است. و میگه بعض صورت‌های شفقت و رحمت با امتش بیان میکنه. یکی حریص بود با امت خود در روز قیامت، حریص است. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض ثم ذكر مجيء من الأنبياء فقال يأتونني فأقول أنا لها فاستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمد بما لا تحزرني الآن فأحمد بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يس ما لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي. سيكو بسبب بسم حريص بود خو شفقتش. مثلا یک آیت قرآن است که در سوره توبه الله میفرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. یک پیامبری اومد از جنس شما عزیز سخت تمام میشان که شما را در مشقت برد. پیامبر سر مؤمنین بسیار خفه میشد که در مشقت بیفت. حریص علیکم بسیار حریص بود به هدایت شما و به تقوای شما به رفع درجات. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، با مؤمنین بسیار شفقت کننده و نهایت مهربان بود. این خود شفقتش در قرآن است نه؟ آلی در روز قیامت چطور؟ میگه در روز قیامت که میشه یه حدیث امام بخاری مسلم نقل کرد و حدیث قوی است. میگه ما جناس با یک داخل میشه یک مردم در دیگه، یعنی یک جنجال است و گدودی است و حالت سخت است. روز قیامت بسیار سختیه. باز میگه الله حساب شروع نمیکنه و آفتاب هم پایین است، بسیار سخت و این سختی را هر کس داول حاصل میکنه میبینه. زیرا الله در قرآن میگه که فاذا نقر فی الناقور فذلک یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. وقتی که پف کرده میشود در مسور قیامت برپا میشه، فذلک یوم عسیر، روز سخت علی الکافرین غیر یسیر، با کافر آسان نمیشه، با پسان بر مؤمن آسان میشه، اما اولش بسیار سخت. حتی لباس در بدنت نیست. و قرآن میگه و اتینا فردا، تنها میان اینا. و در حدیث میگه که عراتون لباس ندارن، هیچ چیز نیست. میگه اول من یکسا ابراهیم، اولین کسی که لباس با پوشانده میشه ابراهیم علیه السلام. و آفتاب هم 1 میل یا 2 میل فرق داره، بسیار سخت است. قیامت میگه نه قیامت تو سختی که در عمر ما سختی را ندیدیم، بسیار روز سخت. حتی روزی است که میگه تزهلو که غافل میشه کل مردت نما، هر شیردی از آن چه شیر میته نمیفهمه.
خب بعد از اون میگه که ثم ذکر مجیم الانبیا، میان پیش انبیا، پیش آدم علیه السلام میرن که تو اولین بودی، تو را الله تو به دستای خود پیدا بی شفاعت کو که حساب شروع شد. بعد این سختی است که یگام تو میگه که یا ایسو شیم یا اوسو، یا این طرف جنت یا جهنم. یگام تو که انتظار ده یک بین بانم میگه گمش که یک طرفه شوانی یا برون بندی خانه یا هیچی حالت دایمی بین ماندیم نی. بعد از اون میرن معذرت میخوای که ما مکاره کرده بودم نه یکم از میوه استفاده کردم درخت ممنوع دیگه من ندارم پیش الله چیز. بعد از اون میرن پیش نوح علیه السلام و میگه ما یک عمل خوب نکردیم نمیتونم، یعنی که من گفتم الله را که چرا تو بچه مرا هلاک کردی ها. بعد از اون میرن پیش موسی علیه السلام و میگه که ما خوب نکردیم. عیسی علیه السلام همین انبیا کلشان جواب میتن. بعد از اون میگه که فقال فیأتوننی پیش من میان فاقول میگم انا لها، ما مستحقی گپ هستم. بله الله یعنی برای ازی گفته بود که اقیم الصلاة هنی لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود این مقام شفاعت است. الله تو روان فاستأذنوا على ربی میگه من اجازه میگیرم برای رب خود، یا الله اجازه است که من شفاعت کنم. فیؤذن لی، الله برای من اجازه میده. و یلهمنی محامد احمد، میگه الله در قلب ما میپرته صفاتایی که حمد الله را بگویم و به لا تحزنی. حال میگه نمیفهم اما وقت بعضی کلمات الله به من میگه خاص کلمات فاحمدوا بتلك المحامد، حمد الله را صفاتش میگم به اون محامد. و آخر لو صاد بس سجده میفتم میگه که گریان میکنم. فیقال میگه دیگه سجده میگم عشق میره. فیقال میگه گفته میشه که یا محمد، ای محمد ارفع راسک، سرت بالا کو و قل یسمع لک، بگو قبول میشه شنویده میشه از تو گپایت بگو. و سل سوال بگو تو تبر داده میشه. و شفاعت کو تو شفاعتت قبول میشه. فقول میگم یا رب امتی ای رب ای امتی های مرا کسای خصوصا مرا قبول کردن گناه کردنم یارد نجات بتی. واقعا که این شفقت پیامبر چقدر ما شما از این دور هستیم، چقدر سنتانی، چقدر طریقی شما دور هستیم نی، چقدر چه راه خودم مثل کافرها و غربی ها جور میکنیم در حالی که ما ای تو پیامبر واقعا کسایی که تو امتی های بد باشه دیگه. و دعو الانبیاء یومئذ اللهم صل. میگه دیگه این میگه پیامبر سم دعای چیز امتی بر خود دعا نمیکنه ای امت ما نمیگه که نه. و دیگه انبیا میگه دعایشان نیست که اللهم سلم نفسی یا الله سالم بدار نفس مرا، نفس و غم نفسم میخوره او پیامبر سم غم امت میخوره. حرص علی هدایت امی، دیگه به هدایت امش بسیار امت خود بسیار حریص بود. قال صلی الله علیه و سلم لما طلع قول الله عز وجل فی ابراهیم، می زمانی که قول الله را خواند بالای ابراهیم علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه و سلم، این حدیث صحیح مسلم است، گفت که رب انهن اضللن کثیر من الناس. ابراهیم علیه السلام میگه ای رب این بت‌ها، این معبودای باطل، طاغوت‌ها، اضللن گمراه کردن کثیر من الناس بسیار مردم. فمن تبعنی فانه منی، هر کس تابعداری مرا کرد این از جمله ماست. و من عصانی، کسی که نافرمانی میکند تو میفهمی. و قول عیسی را یاد میکنه که این تعذبهم فانهم عباد، در روز قیامت میگه اگر اینا را عذاب میتی بندایت حق داری. و این تغفر لهم، اگر میبخشی فانک انت العزیز الحکیم، تو غالب هستی صاحب حکمت هستی میتونی ببخشی. یعنی او اختیار به الله میده. می فرفع یدیه، پیامبر صلی الله علیه و سلم دو دستای خود بالا کرد، یعنی دعا که میکرد بسیار. و قال گفت اللهم امتی و بکا، گفت یا الله امت خودم میخوایم که نجات، و گریان کرد. فقال الله عز وجل، میگه الله عز وجل گفت یا جبرئیل اذهب الی محمد، ای جبرئیل برو به طرف محمد. و ربک عالم، رب تو می خوب میفهمه. فسله ما یبکیک، با وجودی که الله میفهمه برو سوال کو چی تو را گریان کرد دادگی است، چی سبب شده گریان داری؟ پدرت مرده، مادر، ما شما تا پدر مادر ما نموره یک مصیبت. میفاتا جبرئیل علیه السلام آمد فسال و سوال کرد. فاخبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، خبر داد مثلا به جبرئیل بما قال، با آنچه که گفت و علم در حالی که او میفهمید. فقال گفت یا جبرئیل اذهب الی محمد، برو به محمد بگو فقل بگو این ناسا سنرضیک. باز پیامبر سم برش گفت که چرا گفت امتی، در غم امت هستم که اینا در آتش برند چیکار کنم؟ میگه الله بر جبرئیل گفت ای جبرئیل برو به طرف محمد فقل بگو انا سنرضیک فی امتک ولا نسو، ما در باره امت تو را راضی میسازیم و خفه نمیسازیم.
خفنم، یعنی اینقدر شفاعت تو را، اقامت تو را از آتش بیرون میکنیم که راضی شد، خوشحال شد. او بعضی ها میگه ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است که رب تو به تو بده که راضی. یک معنیش است که در روز آخرت چیزایی را میته که تو راضی شوی. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اون او میاد که ولسوف یعطیک ربک فترضی، تو راضی شوی. پس اینا رو سعی کنیم که پیامبر واقعا ما و شما با اطاعت تابعداری پیامبر شفاعت واجب میکنه. بسیار مقامات داره باز میخوانیم. و دیگه ای که درود گفتن، زیاد با پیامبر درود بگوییم. غیر از اینکه دیگه اعمال میکنیم، شفقتش به زنهای ای امت. قال صلی الله علیه و سلم انی لا اقوم الى الصلاه وانا اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي کراهیه ان اشق على امه. رواه البخاری. امام بخاری حدیث نقل میکنه، میگه پیامبر گفت که من استاد میشم به نماز، اراده میکنم که نماز دراز کنم و مردم و زنان می آمدن در نماز. فاسمع بکاء الصبی، میشنوم آواز یک طفل. زن آمده طفل خودم آورده، این جایز است که زن در نماز بیاد طفل خودم جمعه و هر وقت. فاتجوز فی صلاتی، میگه کوتاه میکنم نماز خودم، کوتاه میکنم به خاطر کراهیت نشق علی امی، اذیت بد بردن ازی که سخت تمام نشه با مادرش زن نماز دراشا به او سخت تمام نشه. وقال في الحج، در حج میگه گفت که ایها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قال ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قال ذروني ما تركتكم. میگه در حج گفت که ای مردم الله فرض کرده حج به بالای شما، فحجوا، این حدیث بخاری است، حج بکنین، برین، حج فرض است مثل نماز. فقال رجل، میگه یک مرد گفت اکل عام یا رسول الله، هر سال فرض است. پیامبر سکوت کرد. حتی قال 3 بار خیر، هر سال فرض است، هر سال. ولی یک گپی را که یک کسی گفت دیگه نگفت، از پیش خود سوال نکن. میگه فقال رسول الله، پیامبر میگه گفت که لو قلت نعم، اگر میگفتم بله لوجبت، باز فرض میشد. ولا مستطعتم، توانایی نداشتین که هر سال حج برین. و سرمایه‌دارم نمیتونه که هر سال حج. ثم قال، بعد از او گفت که ذرونی ما ترکتکم، بانین آنچه که ما ترک، آنچه که بیان نکردم و فراموش نمیشه. ولا ینسى ربک، ربت فراموش نمیکنه. این بخشش است، یعنی سوال نکنین که سرتان مشقت جور کنین. فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سوال، هلاک شد می امتای سابقه بسیار سوال میکردن و اختلافهم علی انبیائهم، با انبیاشون اختلاف کرد، چیزی که نبی گفت دیگه کار کرده، هلاک شدن. یعنی کسی که خلاف نبی عمل کنه هلاک میشه. یا زیاد سوال کن. فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعت، امر کردم به چیز که عمل کنید چقدر توانتان است عمل کنید. و اذا نهیتكم عن شيء فدعوه، وقتی یک چیزی که منع میکنم ترکش کنید. رواه مسلم، امام مسلم را نقل کرد. یعنی چیزی که منع میکنید در بخاری هم است، چیزی که منع کردیم او را نکنید و امر کردیم مطابق توانتان، چقدر که زور و توان داریم به او عمل کنید. اینال از اینجا فهمیده میشه. مثل که اگام دفعه ما امتحان میگیریم از محصلین، بعضی ها میگه که استاد آیت ها میگیم با دلیل موضوع رو نوشته کنه و هدف ترجمه میگه خود آیت نوشته کنم. ما خود نگفتیم که آیت نوشته کنم، باز میگیم بله، بازو میگه خیاد ندارم، چرا خیلی سوال کردی، حالا فرض شد سر دیگه نوشته کن، سوال که کردی سر مصیبت آمد دیگه. نه دیگه حالا ترجمهش قبول نیست، ترجمهش قبول نیست، میگم نه او سخت است. میگم چه کنم، چرا سوال کردی، ما خود مطلق گفته بودم اما ترجمه را نوشته میکردی قبول میشه. وقال فی الصيام، در بالی روزه میگه ولما صلى فی رمضان و صلى الناس بصلاته، رمضان میگه نماز خوان، مردم به نمازش نماز خوان. ترک القیام فی لیله الثالث، او شب که کرد نه نماز تراویح، نماز قیام اللیل خوان، میگه در شب 23 و یا در شب 24 ترک کرد. فلما قضى الفجر، نماز صبح خوان، مردم انتظار بود. اقبل علی الناس، میگه با مردم روی خود دور داد. 3 روز خوانده پیامبر قیام اللیل تراویح کرده، دیگه نامد، مردم تا صبح ششته بود. فتشهد، میگه تشهد گفت که ان الحمد لله و نحمده و نستعینه و نستغفره گفت. ثم قال، بایستش گفت اما بعد فانه لم يخف على مكانكم لكني خشيت، میگفت ما نترسیدم ای که شما در جایتان بودین، استاد انتظار ما بودین نماز بخوان، لكن خشیت ان تفرض علیکم، ترسیدم که فرض شود به بالای شما، فتعجزوا عنه، عاجز شوید، یعنی شما نتانین. از این ترسیدم باز که فرض نتانی، باز خود جزاست که انجام ندی. این است که چقدر شفقت میکنه. متفق علیه.
بعض فواید آمد در این حدیثی. اصل در امر وجوب است تا وقتی که دلیل که تغییرش بده موجود نشود. اینجا واجب بود مسواک، اما مشقت کرد تجربه تیسیر. مثلا میگه هر وقت مسواک بزنن این که سخت بود یا آسانی را چی میکنه حاصل میکنه. این قاعده است المشقت و تجلب التیسیر. مشقت تکلیف کرد، آسانی را به خود داره. و صلی الله علی نبی محمد و علی آله و صحبه و سلم.